حقوق دموکراتیک تمام خلق ایران به هیچ وجه از حقوق دموکراتیک خلق کرد برای خودمختاری خودگردانی یا خودمختاری فرهنگی و اداری کمتر وزن نداره، بلکه خیلی بیشتر وزن داره. خب وضع چنین پیدا شد که در شرایط کنکرت در تنها منطقه‌ای که یه دونه سواکی، یه دونه وابسته به رژیم شاه محاکمه و اعدام نشد، با کمال تأسف باید گفتیم در کردستان هست. من نشنیدم، رفقا شنیدن اسم یه دونه سواکی که اونجا مجازات باشه؟ و عده بسیار زیادی اونجا هستن که الان همشون مسلح هستند و جزو اون چی هست، هیئت نمایندگی خلق کرد هستند. یعنی چه؟ یعنی در نتیجه این شیوه نادرست وضعی پیدا شد که معلوم نیست جبهه انقلاب از جبهه ضد انقلاب چجوری قابل جدا کردن هست. وضعی پیدا شد که اون وقت عکس العمل شووینیست های مرکزی رو نمیشه تحقیق کرد که کجا اینا دارن علیه ضد انقلاب مبارزه میکنن، کجا علیه نیروهای انقلاب دارن میزنن. این شووینیست های مرکزی، این بازماندگان رژیم شاه در ارتش مرکز، اینا از خدا میخوان که جبهه مشترک نباشه. به نام اینکه ضد انقلاب در اونجاست و واقعا هست، به نام اینکه اویسی اونجا هست، پالیزبان هست، نیروی واقعی خلق کرد رو بکوبن با راکت و با چیز آدم کش. حالا ببینید که برای نیروهای طرفدار خلق کرد چه مشکلی پیدا میشه. ما فریاد میکنیم نزنید، یعنی چه؟ یعنی پالیزبان آزاد بذارید. بگیم بزنید پالیزبانو، اونا جای اینکه پالیزبانو میزنن چی خواهند زد؟ خلق کرد خواهند زد. به این ترتیب است که ما خیال نمی کنیم که اینجا به سیاست حزب توی ایران ایرادی وارد باشه. سیاست حزب ما در این مورد یکی از ما ادعا میکنیم موفقیت آمیزترین موضع‌گیری های سیاسی ما بوده و درستیش هم تاریخ نشون داد. ما طرفدار این بودیم که تمام مسائل کردستان مثل تمام مسائل مربوط به چیز ملی، به خواستای ملی، در یک بحث دموکراتیک امکانات وسیع خلق‌ها دارن برای اعمال فشار به حکومت مرکزی. رژیم شاه رو با اعتصاب عمومی کارگران، با اعتصاب خلق، با اعتصاب ادارات، با اعتصاب مدارس، با تظاهرات سرنگون کردن با 400,000 نفر اسلحه‌اش. این امکانات وسیع خلق را همیشه میشه به کار برد بدون که آدم با ضد انقلاب بره در یک جبهه همکاری بکنه. این است که با تجربه انقلاب ایران که خودش توانست با شیوه های مبارزه وسیع انواع مختلف استفاده از شیوه های مبارزه پیروزی های بزرگی به دست بیاره، در شرایط مشخص اجتماعی ایران که نیروهای دموکراتیک در ایران فعال هستند، به نظر ما شیوه هایی که ما همیشه پیشنهاد کردیم سریعتر، مؤثرتر، با چیزتر و قانع کننده تر میتونست حقوق خلق ها رو در این چارچوب تأمین بکنه و این مسئله رو هم مثل مسائل دیگه قدم های مؤثری در پیشرفتش برداره. اینجا یک سوال شدیست در مورد مجاهدین، سازمان مجاهدین خلق ایران، که موضع طبقاتی سازمان مجاهدین خلق ایران از دیدگاه حزب توده ایران، آیا این سازمان تا حکومت زحمتکشان می توانند همراه زحمتکشان پیش بیایند یا خیر؟ به نظر ما تا کنون این سازمان مجاهدین خلق که دارای جهانبینی اسلامی است و موضع‌گیری سیاسی خلقی است، یعنی به نفع به طور قاطع طرفدار حقوق زحمتکشان در جامعه هست، مخالف سرمایه‌داری است، مخالف مالکیت بزرگ، مخالف جدی امپریالیسم هست، این سازمان اگر در همین مواضع سیاسی که تا کنون داشته در همین مواضع بمونه و در نتیجه اوضاع سیاسی و تحولات سیاسی تغییر موضع نده
به نظر ما یکی از نیروهای جدی جبهه متحد خلق میتونه باشه و میتونه با این جبهه در جریان تغییرات بنیادی برای اجتماع ایران به پیش بره و حتی در ساختمان سوسیالیسم هم با حزب طبقه کارگر، با تمام نیروهای هوادار سوسیالیسم علمی همکاری طولانی و طویل مدت داشته باشه، همونطوری که در کشورهای سوسیالیستی احزاب مذهبی هستند که این احزاب مذهبی در ساختمان سوسیالیسم و حتی در ساختمان پایه‌های علمی و فنی مادی و فنی کمونیسم همکاری صادقانه دارند و میتونن بکنن. برای اینکه برای ساختمان جامعه کمونیستی گفت دعوای این که اول ماده بر روح اولویت داره یا روح بر ماده اولویت داره مسئله اساسی نیست، عبارت است از موافقت با اون بنیادهای اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی جامعه هست که طرفداران اصیل انسانی مذهب میتونن باهاش همکاری بکنن. مثل اینکه ما در جامعه شوروی همچنین وزیر داریم، شد در جامعه شوروی داره بنا اون پایه های مادی فنی کمونیسم ساخته میشه و در این حال هم نیروهای زحمتکش مذهبی هستند که همکاری میکنن در این جبهه وسیعی که داره به طرف جلو میره. ما مانعی از این جهت نمیبینیم، ما آماده هستیم که با این نیروها در تمام این دوره تاریخی طولانی مارکسیستا آماده هستن که همکاری بکنن. شرطش این هست که همون مسئله همکاری در چارچوب اون مسائل مشخص اجتماعی، اقتصادی، فنی، بنیادی، علمی باشه که در جامعه مطرح هست و بحث اولویت روح بر ماده یا ماده بر روح رو این رو به عنوان یک بحث فکری ما در همون چارچوب نگهش داریم. درباره اینکه اظهارات قاسملو دبیر کل حزب کمونیست، حزب دموکرات که دیروز در کیهان نوشته بود، نظر حزب چیست؟ آیا صحت دارد که حزب دموکرات نامه سرگشاده به حزب توده ایران نوشت؟ اگر نوشت محتوی اون چیست؟ و مسئله سر این است که من اظهارات قاسملو دبیر کل حزب دموکرات دیروز در کیهان نخوندم، نمیدونم چه هست، نمیتونم جواب بدم. ولی درباره نامه حزب دموکرات کردستان، ما نامه اول به حزب دموکرات کردستان نوشتیم که در روزنامه مردم منتشر شد. در این نامه ما نظر خودمون رو نسبت به سیاست حزب دموکرات کردستان، به سیاستی که باید بگیره، به مسائلی که بایستی روشن بکنه برای اینکه اون حزب رو مثل گذشته بتونه به عنوان یکی از عناصر جبهه متحد خلق خلاص در بیاره، این نکات رو نوشتیم که نکات خیلی روشن و مشخصی است. پاسخی که از طرف رهبری حزب دموکرات کردستان به حزب ما رسید درباره هیچ یک از اون مسائل موضع گیری اصلا نشده بود، یعنی پاسخی به نامه ما داده نشده بود. مطالبی ذکر شده بود که مطالب نادرست و مقداری باز از همون اتهاماتی که چریکا و ماویستا و اینها به ما میزنن، از این چیزهای بیپایه‌ای به ما زده شده بود. کوشش شده بود که چیزهای نادرست، اقدامات نادرست حزب دموکرات کردستان توجیه بشه و این پاسخ برای ما به هیچ وجه قانع کننده نبود. ما به اونها هم اطلاع دادیم که ما هنوز در انتظار پاسخ جدی به نامه‌ای که به اونها نوشتیم هست، چون معمولا رسمی است که اگر نامه کسی می نویسه بایستی به مطالب اون نامه پاسخ داده بشه. یه همچه حالتی در مورد آقای میناچی هم برای ما رخ داده است. در روزنامه مردم درباره اون افشاگری که دانشجویان خط امام درباره میناچی کرده بودند یک مقاله نوشته شده بود. خب مطالب مشخصی بود که آقای میناچی رفتن سفارت امریکا و فلان است.
خب آقای میناچی با این مخالفه، حقش این است که خب نظر خودش نسبت به این مسائل بنویسه، بگه آقا این مسئله نادرست. آقای میناچی یه نامه نوشته است که خواسته چاپ بشه که این تمام اون لاتایلاتی است که 30 سال ساواک به ما میگفته است. ما هم مجبور شدیم بهشون بنویسیم که ما حاضریم جواب شما رو درباره اون مسائلی که ما مطرح کردیم بنویسیم، ولی یه نامه دیگه ما حاضر نیستیم که دیگه منتشر بکنیم. به این ترتیب ما در مناسباتمون با تمام نیروها این مناسبات منطقی رو دنبالش هستیم که اگه ما مطلبی رو نسبت به یک جریان سیاسی، نسبت به یک حزبی نوشتیم، به اون مطلب پاسخ بدن، ما حاضر هستیم در یک گفتگوی خیلی جدی با اونها وارد بشیم. ولی سنت اینجوری است که ظاهراً چون به انتقادات و ایرادات ما نسبت به کلیه نیروهای دیگه جوابی پیدا نمیشه، تمام جوابهایی که میاد فوش 30 سال پیشه. باز دو مرتبه شما مقالات چیریکار بخونید، مال این ماویستا رو بخونید، با حتی در لفافه بعضی از این روزنامه هایی که ما انتظار نداشتیم به ما حمله بکنند حملات بخونید، ببینید تمامش مال 30 سال پیشه. و این که امروز چه میگذره در این وسط کسی بهش توجه نمیکنه. به نظر ما خوب هست که بالاخره این دوستان ما در همه جا، در سازمان شریکای فدای خلق، در میان مجاهدین، در میان حزب دموکرات کردستان، اونهایی که ما فکر میکنیم که عناصر متشکله جبهه متحد خلق خواهند بود، بالاخره راجع به اون چی که ما امروز میگیم با ما صحبت بکنن دیگه بسه. آخه 1 سال 2 سال 20 سال چقدر ما یه مهلتی بذاریم تا 1 سال دیگه هم حرفای 30 سال پیش تکرار بکنن، ولی قول بدن که از 1 سال دیگه درباره امروز و فردا صحبت بکنن دیگه. این است که ما حالا کوشش میکنیم به همین اون حرفان باز 2 مرتبه یه دفعه دیگه هم جواب بدیم، ولی مثل این که خیلی چند تاشون خالی شده، چون همش دیگه تکرار است. یه 4-5 تا چیزای قالبی دارن. اتفاقا تمام اینا رو گفتم، من ابتکارم توش ندارم. من تو این کتاب تازه‌ای که مال سرگرد زیبایی است منتشر کرده، کمونیسم در ایران، ببینم تمام اینا رو از اونجا گرفتن بدون استثنا همش اونجا ثبت است تمام این مثلا. خب در این باره هم عقیده ما همین است که خوب است که دوستان حزب دموکرات کردستان به حزب دموکرات کردستان بنویسند که رفقای عزیز، به اون چی که در نامه سرگشاده خیلی دوستانه و محترمانه حزب توده ایران به شما نوشته شده، ماده به ماده پاسخ بدید. اگه نادرسته، ما همه اون نادرستی ها رو با تمام استدلالات و دوستانمون حاضر هستیم در روزنامه چاپ بکنیم. ولی گفت به نظر حزب نسبت به اختلافات شیخ علی تهرانی و خامنه‌ای چیست؟ آیا فکر میکنید که نامه شیخ علی تهرانی به امام به نفع انتخابات بنی صدر شده است؟ به این دفعه ما وارد این گونه اختلافات نمیشه. حزب ما به این چیزها توجه نمیکنه. مسلم این است که در جبهه مبارزان اسلامی سمتگیری های گوناگونی در مسائل مختلف هست، مسائل شخصی مطرح هست، انتقاداتی مطرح هست نسبت به موضع‌گیری های هم دیگه. ما به طور در این جزئیات اصلا وارد نمیشیم. به طور کلی ما در اون عمده ترین موضع‌گیری های اینها هست که دقت میکنیم و نظر سیاسی خودمون رو بر پایه اون عمده ترین موضع‌گیری های اینها، این موضع‌گیری سیاسی خودمون تعیین میکنیم. به این جهت از ما رفقا از این به بعد هم نخوان که ما وارد این بشیم که اتهام شیخ علی تهرانی به خامنه‌ای چیست و خامنه‌ای درباره او چه میگه. اون چه که تهرانی درباره ارتباطات بعضی از افراد جمهوری اسلامی با امریکایی ها گفته و گفته مدارکی در میان دانشجویان هست که او دیده است و این هاست، پس از این که این مدارک منتشر شد اون وقت با میتونیم درباره‌اش صحبت بکنیم. البته درباره شخص شیخ علی تهرانی ما او رو فردی میدونیم که سابقه مبارزه خیلی پیگیر و جدی داره با رژیم گذشته شاه و در همین چارچوب هم
مورد احترام ما هست به طور کلی. همونطوری که خامنه‌ای در دوران شاه مبارزه کرده، زندان رفته، ما در زندانش هم دوستان ما با او آشنا بودند و برای او هم با وجودی که اینکه انتقاداتی به این یا اون موضع گیریش داریم، مثل مجموعه انتقاداتی که ما با همه گروه‌های مختلف داریم که در رهبری انقلاب هستند، ولی با احترام به اون جنبه‌های مبارزه جویانشون برخورد میکنه. اینجا یه سوال شده که من جوابش ضروری میدونم. رفیق عزیز، امین که دست نشونده امریکا بود، پس چرا این مبارزینی به اصطلاح مسلمان که یک سرشون به امریکا وصل میشود بر علیه امین میجنگیدند؟ اول من یه جواب ساده به این میدم، به همون دلیلی که امیر انتظام که یه سرش به امپریالیسم امریکا وصل میشه علیه رژیم شاه میجنگید. یعنی این که گاهی اوقات عوامل امریکا در دو جبهه در مقابل هم در یک جنگی قرار بگیرند، این خیلی بعید نیست. ما در تمام این برخوردهایی که در خود تهران انجام می گرفت در همین دوران انقلاب، بعد از انقلاب هم دیدیم که ساواکیا در دو جبهه بودن، هم در جبهه حزب اللهیا فریاد می زدن علیه لیبرال ها، هم در جبهه لیبرال ها فریاد می زدن که مرگ بر خمینی، مرگ بر اسلام، و علیه هم دیگه هم در جنگ شرکت می کرد. اینکه امپریالیسم در جبهه‌های مختلف میتونه عوامل مختلف داشته باشه و هر کدوم از اینا نقش‌های مختلف داشته باشن، این چیزی نیست. در افغانستان که این خیلی دیگه روشن بود. امین در مقامی که داشت تمام این مبارزه مسلمانان رو چیز میکرد، تحریک میکرد، برای اینکه در آخرین لحظه او میخواست اون نظامی رو که در رأسش قرار گرفته بود و نظام انقلابی بود، او رو تخریب بکنه، او رو از داخل از بین ببره. از یک طرف با توهین به مذهب، با توهین به انقلاب ایران، با توهین به رهبری انقلاب ایران که مورد احترام همه مسلمان‌های ایران و مسلمان‌های افغانستان بود، به خمینی، با توهین خیلی رذیلانه در رادیو و مطبوعات نسبت به خمینی، تحریک میکرد همه افراد عادی مسلمان افغانستان رو علیه رژیم خودش. او در آخرین لحظه جبهه خودش عوض میکرد اون وقتی که بایستی بره. از طرفی که در رأس جای قرار گرفته بود، اون جریان رو از داخل داشت منفجر میشد. ما اطلاع دقیق داریم که دیگه در روزهای اخیر بعد از قتل درکی، در روزهای اخیر بیش از 100 120 150 تیرباران از بهترین عناصر انقلابی افغانستان انجام می‌گرفت و اگر این تغییر، یعنی سرنگون کردن امین و محاکمه و اعدامش و بریدن دست اون جنایتکارانی که او دور خودش جلب کرده بود برای این جنایت نبود، یعنی این جریان انجام نگرفته بود، در عرض چند روز بعد از این قرار بود که 6 تا 8 هزار نفر از اینهایی که در زندان بودن آزاد بشن، همه تیرباران بشن. یعنی یک قتل عام پلپوتی نسبت به انقلابیون قرار بود و انجام بده برای اینکه شرایط کامل چیز تسلط اون شورشیان رو تأمین کرده باشه و خودش هم حتما در رأس اون به عنوان کسی که خدمات بزرگ کرده است در رأس اون جریان قرار میگیره. این است که در این خیلی ساده است که عناصری از این جهت و اون جهت در یک سمتگیری به نفع امپریالیسم هم کاری بکنن. در اینجا نمونه سادات هم هست. سادات هم اولی که آمد در رأس قدرت قرار گرفت که در رأس یک نظام دوستدار امپریالیسم قرار نگرفته. اکثریت مطلق کسانی که در اون دستگاه قرار داشتند وقتی سادات اومد مخالف سیاست سادات بودند. او به تدریج یکی بعد از دیگری نیروها رو چه کرد؟ حذف کرد. اول طرفداران اصیل ناصر رو از بین برد، امثال صبری و غیره. بعد طرفداران اصیل ناصر رو در ارتش دونه دونه از بین برد، یکی یکی از رقابت‌ها استفاده کرد. به تدریج سازمان امنیت خودش رو که تازه به وجود آورد، که سازمان سیاسی ارتجاعی وابسته به امپریالیسم امریکا رو مستقر کرد. بعد شروع کرد به حذف کردن تمام نیروهای سالم. به تدریج سیاست رو
برگردوند به یک سیاست تسلیم طلبانه و سازشکارانه و همدستی با امپریالیسم. این پدیده ها در همه جا پیدا میشه. از اینجا چیز عجیب و غریبی نیست. فقط این رو ما بایستی نتیجه گیری بکنیم که در جریان افغانستان ضربه مهلکی به امپریالیسم امریکا به مجموعه سیاست امپریالیستی وارد آمده است. نقشه امپریالیسم امریکا از سالها قبل در دولت آقای محمد رضا شروع شد به اینکه افغانستان رو کوشش بکنند که به چنگ خودشون بیارن و حلقه محاصره اتحاد شوروی رو از ناتو، ترکیه، ایران، افغانستان، چین این رو کاملا محکمش بکنن و این نقشه رو با خیلی موزیانه شروع کردن. اول محمد ظاهر شاه رو حاضر شدند به وسیله شاه به طرف خودشون بخرند. نیروهای انقلابی در اون تاریخ قیام کردند و محمد ظاهر شاه رو سرنگونش کردند و حکومت داوود روی کار اومد. داوود اون بختیار امریکایی بود در دستگاه سیاسی افغانستان، یعنی نقش دموکرات و ضد رژیم محمد ظاهر شاه رو بازی میکرد ولی در حقیقت با امپریالیسم مربوط بود. وقتی داوود روی کار آمد به کمک نیروهای انقلابی اصیل ضد امپریالیستی شروع کرد به قلع و قمع اونها، متفرق کردن تمام اون گروه افسرانی که قیام رو کرده بودند و آوردن ترتیب یه دستگاه جدیدی که این دستگاه جدید بتونه سیاست امپریالیستی رو پیاده بکنه. با شاه ایران موافقت کرده بود، $1 میلیارد شاه بنا بود بهشون کمک بکنه و اونها تصمیم داشتن به اینکه افغانستان رو تبدیل بکنن به یه پایگاه ارتجاعی و ضد انقلابی و ضد شوروی. نیروهای انقلابی به رهبری حزب خلق، حزب دموکراتیک خلق افغانستان که همون دو جناحش پرچم و خلق با هم دیگه همکاری صمیمانه رو شروع کرده بودن، موفق شدن این نقشه داوود رو هم، نقشه امریکایی داوود و شاه رو هم در هم بشکنن. با اون ضربه بزرگی به سیاست امریکا و داوود وارد اومد. امریکایی ها گفت لایه بعدی رو به کار انداختن، یعنی کوشش کردن که رهبری جدید رو از داخل منفجر بکنند. عناصری که در اونجا مثل شهریاریایی که در حزب ما وارد کردند و در اونجا از سابقه طولانی وارد کرده بودن، اونا رو شروع کردن به اشکال مختلفی تقویت کردن، نفاق رو در داخل حزب توسعه دادن، ایجاد یک سوء ظن در داخل رهبری حزب کردن، گزارش‌های دروغی به این و اون دادن که این میخواد علیه تو توطئه کنه، اون میخواد علیه این توطئه بکنه. یکی از شیوه‌های ماهرانه امپریالیسم هست که در تمام دنیا اینو به کار برده و خیلی هم موفقیت در خیلی از موارد داشته است. اینا رو به کار انداختن و باعث شد که اون وضع به وجود آمد که یک اختلاف جدی در داخل حزب خلق به وجود آمد. حزب دموکراتیک خلق جناح پرچم حذف کردند به کلی، همین ببرک کارمل و دوستانش رو که یک نصف تقریبا حزب رو تشکیل میداد، اینا به کلی عده زیادشون در زندان بودن، چندین هزار نفرشون زندانی کردند و در این جریان هست که اون پرووکاتور هر روز به روز میاد بالا و ترکی با وجود صداقت انقلابی که داشت اشتباه بزرگی کرد که گول این امین رو خورد و به او هی میدان داد در مبارزه با مخالفینی که فکر میکرد که اونها میخوان او رو سرنگون بکنند، یعنی همین گروه پرچم، و در نتیجه او موفق شد که یک همچی حال شد. امین از همون ابتدا سیاست تخریب دو جانبه رو ادامه میکرد، یعنی تحریک نیروهای مخالف، نیروهای مردمی، فشار آوردن، توقیف و توهین به رهبران اسلامی جامعه افغانستان و گرفتن شعارهای خیلی تند از لحاظ اقتصادی، فشار و تحمیل حتی تقسیم زمین به مالکین کوچک و متوسطی که به هیچ وجه مطرح نیست در دوره اولیه اصلاحات ارضی و ناراضی کردن وسیع مردم به اشکال مختلفی. قلع و قمع روشنفکران، قلع و قمع بهترین عناصر انقلابی که اون انقلاب رو کرده بودن. خب عبدالقادر 1 سال تمام در حبس بود دیگه، همون کسی که رهبر انقلاب ماه آوریل 1957 و به این ترتیب
متلاشی کردن رهبری انقلابی از داخل. خب امریکایی ها خیلی نزدیک بودند به موفقیت، خیلی نزدیک بودند و همه نقشه های خودشون تدارک دیده بودند برای اینکه این موفقیت رو چه شکل ازش بهره برداری عمیق بکنن. این شروع میشد با همون قتل عام تمام نیروهای انقلابی، مثل اون کاری که در نیمیری در سودان کرد، مثل اون کاری که در اندونزی سوخارتو کرد، و تحکیم مواضع ضد امپریالیستی مثل سادات، مواضع پایگاه امپریالیستی، همون کاری که سادات در مصر. در چنین لحظه این تحول که درست به نقطه مقابل اون چیزی که امریکایی‌ها می‌خواستند انجامید، اونا می‌خواستند راکت‌های جدید خودشون رو در کوههای هندوکش علیه شوروی مستقر بکنن، همینطوری که ایران رو پایگاه کرده بودند و او رو وسیله یک شانتاژ سیاسی قرار بدن، برای اینکه خیلی نقطه حساسی هست اونجا از لحاظ استراتژیک علیه شوروی. جریان اوضاع برگشت، به طوری برگشت که گفت افغانستان تبدیل شد به یک موضع، به یک پایگاه جدی ضد امپریالیستی و ضد امپریالیسم امریکا، و اون هم در یک منطقه‌ای که همونطوری که خود امریکایی‌ها این روزا گفتن شریان‌های حیاتی امپریالیسم غرب از اونجا عبور میکنه، یعنی راه نفتی که تمام صنایع غرب تقریبا به اون وابسته است. این شکست برای امپریالیسم امریکا و از مجموعه امپریالیسم اینقدر ضربه دردناکی بود که به این شکل ما عکس العمل بی سابقش رو شاهدش بودیم. در دوران بعد از جنگ که این همه وقایع در دنیا اتفاق افتاد، این همه ضربه ها به امپریالیسم خورد در نتیجه موفقیت خلقها، هرگز چنین عکس العمل اینقدر دردناک، همچین زوزه هایی که الان امپریالیسم میکشه در دنیا سر داده، سابقه نداشته است. این نشون دهنده اون ضربه است که بهش وارد آمده است. به این ترتیب به نظر ما با این تحولات در افغانستان یک ضربه بزرگی به امپریالیسم و یک اقدام بسیار مثبتی در جهت تحکیم انقلاب ایران انجام گرفته است. با کمال تأسف رهبری انقلاب ایران این واقعیت تاریخی رو هنوز آهسته آهسته داره درک میکنه و ما امیدواریم که این روند شناخت این واقعیت تاریخی که حوادث افغانستان به پشتیبانی از انقلاب ایران هست و انقلاب ایران را از یک جبهه خطرناکی آزاد کرده و خلاص کرده، این روند عمیق تر بشه. به طور کلی اونقدر ما اطلاع داریم این شناخت شده که این جنبش هایی که در این شورش هایی که در افغانستان انجام میگیره و این نیروهای شورشی تقریبا همه وابسته هستند به امپریالیسم امریکا، به عربستان سعودی، به سادات، به ارتجاعی ترین نیروهای سیاه دنیا و از طرف چین و انگلستان و امریکا و پاکستان و مصر متحدن تقویت میشن، پولشون هم عربستان سعودی میده. اون مصاحبه‌ای که دیروز رهبر این گروه های شورشی با اشپیگل کرده بود و در مردم اینش رو خوندید، گفت دیگه داستان بدون شهر بود، به اندازه کافی روشن هست. این رو عده قابل توجهی از رهبری حکومتی ایران درک کردن و همین هم شاید باعث شده است که در یکی دو هفته اخیر اون چمتیری خیلی شدید ضد افغانستان و ضد شوروی، تحریک‌آمیز علیه شوروی، یک کمی فروکش کرده. ما امیدوار هستیم که این پروسه شناخت سریعتر به پیش بره و ایران بفهمه که جبهه اساسیش همون جبهه مبارزه علیه امریکا هست. از این جهت هست که ما اظهارات آقای بنی صدر رئیس جمهور رو در همون هفته پیش که قسمتی از اون در روزنامه مردم هم نقل شده بود با طور مثبت استقبال میکنیم که بنی صدر اعلام کرده که دشمن اصلی انقلاب ایران امریکاست و وظیفه اصلی انقلاب ایران در مرحله کنونی بریدن تمام بندهای تسلط امریکاست که او شمرده از 57 تا هست
و این 57 کانال تسلط استعماری بر کشور ما که عمده ترینش از طرف امریکاست در زمینه سیاسی، اقتصادی، نظامی بایستی که بریده بشه و ما از یک چنین سیاستی به طور همه جانبه پشتیبانی خواهیم کرد.